محفل نامزدی عجیب و غیر قابل باور زهرا الهام در کشور استرالیا. زهرا الهام هنرمند جوان بالاخره نامزد شد. محفل نامزدی زهرا الهام با پسر خارجی، افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی زهرا الهام در کشور استرالیا. زهرا الهام برای همیشه از هنر موسیقی دوری گزید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام دختر خانم جوان هنرمند مشهور شناخته شده و چهره محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان کارهای هنریش را مورد قبول مردم افغانستان اجرا کند و از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع به کارهای هنر موسیقیش آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت خوبی پیدا کند. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را پیش می برد. این هنرمند محبوب و پر از تلاش افغان بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا است. در کشور استرالیا به کارهای موسیقیش می پرداخت، کنسرت‌های برگزار می کرد. همواره کنسرت‌های زهرا الهام هم بازدید کننده خوبی داشت. این همه در حالی است که تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که زهرا الهام در کشور استرالیا نامزد شده است و برای همیشه راه هنر موسیقی را ترک کرده است. دلیل این که زهرا الهام چرا دیگر به کارهای موسیقیش نمی پردازد تا کنون معلوم نیست، اما دوری زهرا الهام از هنر موسیقی موج انتقادات را به همراه داشته است. دوزارانش در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از زهرا الهام هستند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای زهرا الهام با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوزاران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تک تک از شما خوبان را بالای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.